بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله به لطف خداوند متعال و همت والای مردم شهرستان زابل و همکاری مؤسسه خیریه محسنین زاهدان، تعداد 700 پرس غذای گرم در آشپزخانه مسجد جامع خاتم الانبیاء زابل آماده و پخته شده است و برای صرف شام در اختیار مهاجرین افغان در اردوگاه شهرستان نیمروز قرار خواهد گرفت. انشاءالله این روند تا زمان نیاز ادامه خواهد داشت و از همه شما عزیزان تقاضا میکنیم که همکاری داشته باشید و کمک‌های نقدیتان را به شماره کارتی که در کلیپ درج خواهد شد انتقال فرمایید. جزاک الله خیر. حق نظیرش را نفرموده عیان، از زمین خسته تا هفت آسمان، زیسته در گوشه شهری ز خاک، سمت معراجش به فوق کهکشان. شیوه انسان مدار ایرانگی، او مربی او